اینا منو مجبور کردن اولین ولاگمو بگیرم. پس لطفا نگاه کنید که من انگیزه برای ادامه ولاگو داشته باشم. تقصیر ایشون و اوشونه. مرسی. با من بیاید. خب هدف اون روز چی آقای مهدی امینی؟ بریم بگردیم بازی پرسپولیس رو نگاه کنیم. من طرفدار هیچ تیمی نیستم اصلا مشخصه. اصلا خیلی مشخصه. ایشون هم طرفدار هیچ تیمی نیست. بریم. یعنی دشمن هم. خب الان ما کجاییم؟ نمیدونم. گم شدیم دوستان. مسائل سیاسی و اقتصادی بحثای خیلی مهمه بچه‌ها. اگر این ویدیو رو لایک نکنید مهدی ومپایر میشه میاد امشب گازت میگیره. خب آقای امینی، آیا از خدمات شیراز مال راضی هستین؟ پل برقیاش خوبن؟ اذیتتون نمیکنن؟ شما چطور؟ عالی. خیلی هم خوب. خب بچه‌ها ما دوباره دوست قدیمیمون رو پیدا کردیم. دوست قدیمی رفت، مهدی ناراحت شد. خواستم از این تریبون اعلام کنم که خدایا نوکرت، هرچی دادی دمت گرم، هرچی ندادی هم دمت گرم. انشالله که هر کی دلش صافه به هرچی که دوست داره برسه. آدمایی که نیتشون خوبه، اونایی که یوتیوب کار میکنن، مایی که اولین یوتیوبمون اولین بلاگمون رو داریم میسازیم، حتی فیلم بردارمون ایشون ناخودآگاه تو واسم باز کردی. مهدی امینی بهترین بلاگر شیراز است تا ابد. خواننده نمبر 1 تاریخ، بابک رهنما.